علیه و آله و سلم. احب التوبه الی الله توبه الشباب. رسول اکرم میگوید آدم جوان یا آدم پیرانسال وقتی که به سوی خدا توبه میکند، توبه کدام این دوست داشته تر است؟ توبه کدام این در نزد خدا نیکتر قبول می شود؟ رسول اکرم گفتند توبه الشباب، دوست داشته ترین توبه به سوی خدا توبه جوان است. جوانی که دست می بردارد در حالتی که او قادر است که زنا کند، او قادر است که حرام کرده های خدا را رجوع کند، او قادر است که از حرام کرده های خدا بخورد، او قادر است که قتل نفس کند، لیکن همه این کردارهای بد یک جانب میگذارد و پای خدا به سوی مسجد آموخته میکند و وجود خودش در بالای جای نماز آموخته میکند. رسول اکرم گفتند این جوان دوست داشته ترین جوان به سوی خداست از روی آنی که این به سوی خدا توبه میکند. البته خوش به حال همون جوانی که علال خصوص این جوانهایی که الحال پیش روی ما هست، خوش به حال همه شما که این راهی که شما گرفتید. به خدا قسم رسول اکرم گفتند دوست داشته ترین بنده به سوی خدا که نام او در نزد خدا به نام حبیب خوانده می شود این جوان است. جوانی که توبه کننده است نزد خدا نام او حبیب است. از این خاطر حدیث های پیغمبر خدا در این باب خیلی بیشمار است. یک تای دیگرش که یک جالب کننده دقت ما و شماست، رسول الله چی گفتن؟ گفتن انا، اشاره به سوی خود کردن، من و شاب الطایب و جوان توبه کننده و من که هاتین، انگشتاش برداشتن رسول اکرم گفتن مثل همین دو هست و اشاره بالسبابه والوسطى، اشاره به سوی انگشت سبابه کردن، اشاره به سوی انگشت وسطا کردن. گفتن من و جوان توبه کننده مثل این دو انگشت در جنت نزدیک هستیم. الحمدلله که باوری کامل است که ما و شما در پهلوی پیغمبر خدا هستیم، زیرا رسول اکرم خود وعده کرده است که هاتین و اشاره بالسبابه والوسطى. دیدین گفت به همین منزله گفت جوانها بر من در جنت نزدیک هستند. برو در خدمت پیر مغانی، بکن طاعت به هنگام جوانی. به پیری قوت طاعت نماند، به پیری قوت طاعت نماند و یا قابیز تو را فرصت نماند. خدا رحمت کنه جنونه. حضرت میگه تو در خدمت پیر مغانی برا، تو خدمت رسول اکرم در سر بفرار، تو پیرو پیغمبر خدا شو، بکن طاعت به هنگام جوانی. حالت جوانی تا غنیمت بشمار، در حالت جوانیت خدا در نزدیک شو. برای چی؟ با پیری قوت طاعت نماند. این رکوعی که تو ملایم میکنی و سر خم میکنی و میره بر زمین و میخیزی، این آدم پیر کرده نمیتونه. این نمازهای طولانی که تو میخوانی زبان آدم پیر به این نمیگرده دیگر. به پیری قوت طاعت نماند، دیگر قوت نمیماند. و یا قابیز تو را فرصت نماند. دویم مشکلات شمین است که قابیز گفته ملک الموت میگد، اون ملک الموت دیگر تو را فرصت نمیتد. پیری خودش یک نشانه مرگ است، تو را دیگر قابیز نمیماند. تو تکیه کننده دیگر با پیری هم نشو.
بلکه اختنیم خمس قبل 50. این پیغمبر حدیثش غنیمت بشمار 5 چیز را پیش از 5 چیز. یکتش چی است؟ یکتش همین است، جوانی را پیش از پیری غنیمت بشمار. این غنیمت است. ما و شما نگیم فرداش در گمان است. فردا چیزی گمان است، این فردا را هیچ کس نمیداند. یک وجب راه است بدیل از تو تا دامان خاک، در سر این میژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. از تو تا دامان خاک یک وجب راه است، خواه پیر باشی خواه جوان، در سر این میژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. مثل اشکی که در بالای میژه های ما و شماست که این زمان میغلطد زمان دیگر. انسان حضرت بیدل گفتن هم تحیز کخته. مگو ای تشنه فردا آب نوشم. مگو ای فردا آب نوشم. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، با پیری در راه طاعت بکوشم. اینا نگو تو. برای چی؟ با بوی پیری چندی نوجوانی، برفت به توبه از این دار فانی. زیرا که بسیاری جوانهایی بود که غافل بودن، به عقل بودن، اونا تکیه کردن که خیلی پیر کشیدیم، حاضر قابلیت کار دارم، دو میکنم، کار دنیا را انجام که دادم، بعد پیر کشیدم، از همه که ماندم خدا را عبادت میکنم. لیکن حضرت گفتن با بوی پیری چندین نوجوانی، برفت به توبه از این دار فانی. لیکن با پیری نارسیده و توبه پیری را نکرده که در جوانی چکار کرد؟ سفر کرد، رفت بر جای رفت که دیگر در اونجا این کار دنیای تو دیگر سبب نمی شود. در اونجا جایی هست که دیگر برای تو خجالتی تو دیگر هیچ معنی ندارد. آدم پشیمانیش در همین دنیاست. پشیمانی را در همین دنیا بکن، در اونجا دیگر پشیمانی سود ندارد، فایده ندارد. سبعتون، انس روایت میکنه حدیثه، سبعتون یظلهم الله فی ظل یوم لا ظل الا ظله. 7 طایفه هست در روز قیامت که خیلی روزی گرم هست، خیلی روزی دهشت هست، هیچ کس بر هیچ کس نزدیک شدن نمیتواند. چگونه که خدا در سوره و نازعات میگه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی. اون روزی است که برادر از برادر میگریزد، مادری که بجان و جیگرش فرزندش بر اون نزدیک است، فرزند دیگر نظری رحمت نمیکند. پدر از فرزند میگریزد. همه مشغول چی هستند؟ آیا نجات میافته باشم یا نه؟ همه در این فکر هست. همان روز سایه هست، سایه عرش میگن او را. همین سایه عرش در بالای کیست؟ پیغمبر خدا را گفت 7 طایفه در زیر این سایه است. یک تایو کی است؟ شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در جوانی خدا را عبادت کرده است، در سایه عرش است. شما پشیمان نشین، شما آرزو به سوی عرق نوشیدن و زنا نکنین، بلکه شما گریبانای خدا بگیرین، بگین هزارها بار شکر خدایا ما را تو به سوی خدا در این جوانی هدایت کردی. هزارها بار شکر گفتن، نماز شکرانه بخوانین، زیرا بسیار پیرانسالایی هست الحال که میگویند چرا در جوانی ما نکردیم. این افسوس را در پیری میخری. اگر به شرط بام را به پیری برسی دیگر فایده ندارد. حرکت کنین، هیچ کار صد راه شما را نگیرد. در هیچ فتنه و در هیچ ترس و وهم داده نشین، بلکه راه خدا را پیشه بگیرین، انشاءالله شما نجات میابین. عبدالرحمن ابن عوف خدا رحمت مغفرت کند، بهترین صحابه پیغمبر خداست. وقتی که بچهش در جنگ نابود شد، دادرش در جنگ نابود شد، پدر عوف عبدالرحمن نزد پیغمبر آمد، گفت پیغمبر خدا بچه من در جنگ ناپدید شد، او را دشمنها اسیر گرفتن، چیکار کنم؟
رسول الله گفت پدر عبدالرحمن تو شکست دل نشو، تو رفته در خانه نماز بخوان، بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ قوت و توانایی نیست مگر بر همون ذات است، هر کاری که میکند او ذات میکند، تو بر او تکیه کن، پیش من شکایت نکن. وقتی که این پدر میگه آمد بالای جای نماز، طبق گفته پیغمبر خدا را که عمل کرد، هر روز میگه این کلمات میگفت، بناگاه از بین 1 ماه گذشت که فرزندش از اسارت دشمنها نجات یافت، با بزم این 100 شتر دشمن گرفته خانه پدرش آمد. پدرشان گفتن هزارها بار شکر به سوی تو ای خدایی که من تو را به عظمتیت خواندم و از تو من مدد طلب کردم. شما هم هر مشکلاتی که بالای شما میاد، هر فتنه‌ای که بالای شما میآید، شما چیکار کنید؟ جای نماز پرتوین، فقط زاره و تولا را از خدای خود بکنید، انشاءالله از همه بلاها شما نجات میابید. خدا ترسی را در دلتان، خواه جوان باشین خواه پیرانسال، البته جایگیر کنین. البته کسی که از خدا میترسد، تمام حیوانها و تمام انسها از او میترسند. من این را برای شما یک مثال میارم. وقتی بستان خواندم، بستان سعدی را، حضرت یک حکایت عجیبی آوردن در باب خدا ترسی. تماشا کنیم. همین عملی که شما الحال کردین، به نماز جمعه که میآیین، این خود خدا ترسی هست، این علامت خدا ترسی است. و الا رفیقای شما در پهلوی شما در همون کارخانه‌های کار میکردین، همونجا کار کرده ایستادن، لکن شما را چی؟ ترس خدا و ایمان شما گرفته بر همین مسجد بر وقت آورده رسانید. این ایمان شماست، این ترس خداست. حضرتی را در نظم می‌دارد حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین. سعدی میگوید این حکایه‌ای که من بر شما میکنم این افسانه نیست، بلکه این را حقیقتی دارد، بلکه این در تجربه حیات انسانها گذشتگی هست. آیا این چی حکایت است؟ شما گوش کنید نگید. این حکایت بیهوده نیست. حکایت کنن از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین، که صاحب دل بر پلنگ نشست، همه رفت رهوار و مار بدست. یکی گفتش ای مردی خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. یک صاحب دل، یک خدا ترس مثل شما در بالای پلنگ میگه سوار بود. مثل ما و شما خر و اسب سوار میشیم به آسانی، او صاحب دل پلنگ به آسانی سوار شده است و در دستش یک درنده دیگر مثل مار حرکت کرده رفته است. یک شخصی میگه از پیش برآمد گفت ای مردی خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. همین راهی که تو برای خودت اختیار کردی، این چه خیل راه بود؟ تو از کجا چی کردی که درنده رامی تو شد، نگین سعادت به نامی تو شد؟ این مرد میگه سوالش کرد چیکار کردی که این درنده، این پلنگ است، این مارم درنده هست، اینا چیکار کردی به تو رام شدن؟ حضرت چی گفتن؟ گفتن وگر ور پلنگم زبون است و مار، وگر پلنگم زبون است و مار، ار پلنگم زبون است و مار، وگر فیل و کرگد شگفتی مدار. حضرت میگه گفتن این پلنگی که من سوار شدم، این ماری که در دست من است، اگر ای برادر فردا ببینی که من بالای فیل سوار هستم و در دستم کرگس است، یعنی فیل هم درنده است، کرگس هم درنده است، شگفتی مدار. تو در تعجب نره، تو در تعجب نره که من فردا باز پلنگ سوار بشم و در بالای دستم اگر کرگس بگیرم. برای چی؟
تو هم گردن از حکم داور مپیچ، تو هم گردن از حکم داور مپیچ، کی گردن نپیچه از حکم تو هیچ. اگر تو هم ای برادری که سوال کننده هستی، اگر مثل من تم از گردن از حکم داور نپیچی، تو هم اگر پیروی قرآن و پیروی حدیث های پیغمبرت باشی، تمام این درنده ها به تو رام می شوند، همه این درنده ها به تو تسلیم می شوند، در صورتی که اگر تو چی باشی؟ از حکم خدای خود گردن نپیچی، همه اینها رامی تو می شوند. خدا رحمت کند، عقبه ابن نافع یکی از سرفرمانده های اسلامی بود. میگد وقتی که رسول اکرم امرش کرد که شمال افریقا را ضبط کرده بگیر، حضرت میگد بر همون شمال افریقا حرکت کرد با همراه سربازاش. وقتی که به افریقا رسید، یعنی افریقا میگه ما و شما، وقتی که به اون موضع رسید، یکی از سربازای خود روان کرد، عسکری خودش گفت پیشکی برو کنی نظر کن که یگان موضع خوب برای ساختن خانه باشد مرا خبر بده، آنجا ما برای شما خانه میکنیم، از آنجا حمله بعد به سوی شمال افریقا میکنیم. حضرت میگر آمدن، این عسکر آمد، میگر نظر کرد، یک جای خیلی موافق دید، گشت آمد پیش عقبه، گفت عقبه یک سرزمین دیدم به نهایت موافق است برای خانه، لیکن به نهایت شیر، پلنگ، شغال و مار عفیش به نهایت زیاد بود. حضرت گفتن من اونجا میرم. انسان از خدا که میترسید از درنده چرا بترسد؟ آمد میگد از پیش همون جنگل ایستاد و گفت ای گروه شیرا، ای گروه پلنگ ها، ای گروه شغال، ای گروه مار عفی، شما میدانید من کی هستم؟ من عقبه ابن نافع هستم، من از خدا میترسم، من پیروی قرآن، پیروی حدیث های پیغمبر خدا هستم. بر شما بر نرمی میگم همه تان این سرزمین ترک کنین که ما اینجا خانه میسازیم. حضرت میگد بلند این آواز داد، عسکرها در تعجب افتادن، آیا این حرف عقبه را میشنود؟ میگه از بین یک ساعت گذشت، به خدا قسم میگد پلنگ از پسش چند بچه دارد، شیر از پسش چند بچه دارد، مارایی که چند بچه دارد، میگد سله سله از همون موضع میبرامدن. سربازا تعجب شدن، گفتن همشون برآمد عقبه بین حمله میکنیم، همشون میکشیم. نه، گفت من به اینها مراجعت کردم، همچون یک بنده خدا ترس به اینها مراجعت کردم، اینا میدانن که عقبه از خدا میترسد، از این خاطر این سرزمین برای ما و شما ترک کردن تا که ما و شما اینجا خانه بسازیم. ببین، یعنی حضرت گفتن حکایت کنن، این حکایتی که ما کردم، سعدی میگد این حقیقت دارد که این از دوره پیغمبر خدا را صحابش به وجود آمدگی است. نظر میکنیم به خدا ترسی حضرت عمر. یک خدا ترسی از حضرت عمر را به شما میگم، بعدا انشاءالله موضوع خودمان آغاز میکنیم. حضرت عمر خدا رحمت و مغفرتش کند که به نهایت ما عاشق عمر هستیم، عمر را به نهایت دوست هم می‌داریم، زیرا که تمام وجودش از خدا میترسید، به نهایت از خدا میترسید. رسول اکرم بیهوده نگفتند لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر پیغمبری ختم نمیشد هر آینه بعد من پیغمبر عمر بود. این گپ نمی گفت. عمری که رسول اکرم قصر او را در جنت دیده بود و حتی گفت من داخل قصر تو نشدم زیرا که غیرتی تو بالای من غلبه کرد. همان عمری که یفر من ذله الشیطان، رسول اکرم گفت عمر تو وقتی ره میگردی شیطان از سایه تو میترسد برای که تو از خدا میترسی. همین عمر عادت داشت که شبها در همان محله مدینه، در شهر مدینه سیر کند، تا به روز خواب نمیکرد. میگشت مردم چی مهمات داشته باشد، چی مشکلات داشته باشد، مردم در کدام موضوع صحبت میکند، چی کمبودی ها باشد، این گونه خلیفه ها بودن، این گونه پیشواها بودن. میگد به نزد یک تیریزه آمد
که یک زن میگه در